حامیان حقوق و پیوندان مهاجران در روسیه از آن بانگ اضطراب میزنند که صدها نفر در بازداشتگاه‌های موقتی بند مانده اند. مرزهای بسته انتقال آنها را به کشورهایشان غیر امکان کرده است. عملا برای یک قانون ویرانکنی مأموری این مهاجران مجبورند به مدت نامعین در بازداشتگاه بمانند. خواهر فیروز 1 ماه می شود در بازداشتگاه موقتی است. او میگوید آنها از قبل کوشش کردند برایش بلیط برگشت را بخرند ولی مانعه های بیوروکراتی اجازت ندادند. حالا بنابر منع پروازها اخراج این مهاجر زن به وطن ناممکن شده است. پیوندان از وضع صحتی او نگرانند زیرا معلوم نیست مرزها تا کی بسته میمانند. نگه داشتن آنها در بازداشتگاه تا این مدت هیچ معنا نداشت. ما برایش بلیط می خریدیم و او به وطن برمیگشت. او کودکان خردسال خود را به پدر و مادر گذاشته بود. آنها خیلی نگرانند. حامیان حقوق میگویند حالا صدها مهاجر عین همین وضعیت را دارند. چند پیش کوشش فرستادن گروه از آنها به وطن به نتیجه انجام یافت زیرا هواپیما را تشکیل نکردند. одамон маҷбуранд ки ҳадди ақал то 1 май мунтазир бошанд ки кай карантин ба поён мерасад, марзҳо боз мешаваду ҳавопаймо парвоз мекунанд. کارمندان بازداشتگاه‌های موقتی نیز دقیقاً نمی‌دانند که کی و چگونه سرنوشت بازداشت شده ها حل خواهد شد. این مهاجران حالا در بن‌بست قرار گرفتند. از یک سو آنها حق دارند که هر چه زودتر از روسیه به وطن انتقال داده شوند، ولی از طرف دیگر این غیر امکان است. و باور تحلیلگران بجز از حامیان حقوق و نزدیکان در گمان است که به این زودی ها سرنوشت این مهاجران بازداشت شده کسی را به تشویش گذارد.